جا که باشم شکرت گویم هر دم. در نیمه های شب صدایی بلند به گوش رسید که می گفت داماد می آید، به پیشباز او بروید. پیامی که ما را فرا می‌خواند برای آماده شدن، آماده دریافت شفا، آماده شنیدن صدای خدا تا قلبمان را بلرزاند، آماده روبرو شدن با خودمان، آماده ساختن دوباره نه فقط دیوارهای شکسته را، بلکه رویاهای خاک گرفته‌مان را. آیا آماده ای؟ نه فقط برای شرکت در یک کنفرانس، بلکه برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که با قوت روح خداوند میتواند زندگیت را تغییر دهد. این یک دعوت شخصی است برای بیداری جمعی، برای تو مرد یا زن احترام. و اوج قله ها تو را پرستم مسیح